اگه داری برنامه نویسی یاد میگیری احتمالاً یه ایده استارتاپی میلیاردی توی سرت داری، ولی قبل از اینکه بتونی اون ایده رو اجرا کنی باید یه تک استک انتخاب کنی. فقط حواست باشه درست انتخابش کنی، چون عوض کردنش بعداً واقعاً عذابه. با عرض معذرت از گرفتگی صدا بابت سرماخوردگی و خوش اومدید به 9مین ویدیو از آینتک. هر اپلیکیشن در واقع یه ساندویچ تکنولوژیه و توی این ویدیو قرار یاد بگیری چطوری همچنین ساندویچی درست کنی. میریم سراغ استک‌های معروف مثل لمپ، رفی، فلاف، موین، مرن، مین، فارت و کلی مدل دیگه. بعدش هم با هم یه استک مخصوص خودمون رو طراحی میکنیم و قدم به قدم بررسی میکنیم که توی هر لایه باید چه تصمیمی بگیری. آخر ویدیو هم یاد میگیری چطور یه وبسایت بسازی که اونقدر پیچیده باشه که همه فکر کنن حرفه‌ای ترین مهندس دنیایی. اگه تازه اینجایی لایک و سابسکرایب یادت نره و توی کامنت بنویس از چه تک استکی استفاده میکنی. قدیمی ترین استک معروف لمپ بود که توی دهه 90 شکل گرفت و از لینوکس، آپاچی، مای سیکوئل و پی اچ پی تشکیل میشد. اون موقع ساخت یه اپ وب خیلی سخت‌تر بود و معمولا نیاز به نرم افزارهای گرون داشت. اما لمپ رایگان و متن باز بود و بعدا باعث شد پلتفرم‌های مثل وردپرس و جوملا به وجود بیان. الان ساخت اپلیکیشن خیلی راحت‌تر شده، ولی در عوض استک‌ها خیلی پیچیده‌تر شدن، چون هر شرکتی یه ابزار جدید برای فروش داره. اما سوال اصلی اینه، اصلا تک استک یعنی چی؟ تعریف رسمی نداره، ولی من تقسیمش می‌کنم به 3 بخش. بخش اول فرانت اند، یعنی ابزارهایی که ظاهر و رابط کاربری رو میسازی باش. معمولا توی وب یعنی یه فریم ورک جاوا اسکریپتی، یا توی موبایل یعنی ابزارهایی مثل iOS، اندروید یا حتی فلادر. مرحله دوم بک اند، جایی که کدهای سمت سرور اجرا میشن، مثل نود جاوا اسکریپت یا پایتون، و اطلاعات کاربران ذخیره میشن. معمولا این بخش رو از یه سرویس ابری بزرگ هم میخری که البته سعی میکنن طوری قفلت کنن که همیشه وابسته به اونا بمونی. و سوم این لایه API، ابزارهایی که فرانت اند و بک اند رو به هم متصل میکنن. خیلی از ابزارها ممکنه هم به فرانت اند ربط داشته باشن هم به بک اند، برای همین معمولا اونا رو وسط استک میذاریم. حالا بیایم چند تا از استک های معروف رو مرور کنیم، مثل مین که مخفف مونگو دی بی، اکسپرس، آنگولار و نود هستش. این استک معروف شد چون اسمش باحال و راحت توی ذهن میمونه. اسم جذاب خودش نصف موفقیته، چون بقیه فکر میکنن خیلی واردی. بعضیا مثل مین استک نسخه دیگه ای ساختن، مثل مرن، موین که به جای آنگولار از ریاکت یا وو استفاده میکنن. ولی واقعیت اینه که این اسم‌های اختصاری همه چیز یه استک واقعی رو نشون نمیدن. اگه میخوای ببینی شرکت‌های بزرگ از چه استک استفاده میکنن، یه سایتی هست به اسم stackshare.io که دقیقاً همین کار انجام میده. حالا بیا با هم از صفر یه استک مخصوص خودمون رو بسازیم، اونم با داغ‌ترین و محبوب‌ترین تکنولوژی‌های روز. بیا تصور کنیم داریم نسخه جدید مای اسپیس رو میسازیم. یه اپ باید سیستم ورود کاربر داشته باشه، دیتابیس برای ذخیره داتا و بتونه توی کل دنیا مقیاس پذیر باشه. اول از همه میریم سراغ طراحی فرانت اند. اولین سوال اینه، کاربران من قرار از کجا بیان؟ از طریق وب، iOS، اندروید، دسکتاپ یا چیز دیگه ای؟ توی این مثال فرض میکنیم بیشتر کاربرامون از طریق وب میان، ولی شاید بعداً بخوایم یه اپ موبایل هم بسازیم. وقتی هدفت وب باشه، زبان اصلی تقریبا همیشه جاوا اسکریپت. البته ابزارهایی هستن که کمک میکنن از جاوا اسکریپت فرار کنیم، ولی اگه هدف ساخت یه وب اپ درست حسابی باشه، بهتره با آغوش باز جاوا اسکریپت رو بپذیریم، فقط چون قرار اپمون حسابی بزرگ بشه. به جای جاوا اسکریپت خام از تایپ اسکریپت استفاده میکنیم. تایپ اسکریپت یه سیستم تایپ اضافه میکنه که کمک میکنه باگ ها زودتر شناسایی بشن و کدمون مطمئن‌تر باشه. قدم بعدی انتخاب یه فریم ورک UI، چون ساختن رابط کاربری پیچیده با جاوا اسکریپت خام یه جور شکنجه واقعی محسوب میشه. فریم ورک زیاده، اونقدر زیاد که آدم قاطی میکنه، ولی برای این پروژه از ریاکت استفاده میکنیم، نه چون بهترین یا سریع‌ترینه، بلکه چون فقط محبوب ترینه. متاسفانه تو دنیای تکنولوژی خیلی وقتا تصمیم ها برنده مسابقه محبوبیت میشن. دلم میخواست از اسولت استفاده کنم یا حتی فلادر، ولی انتخاب ریاکت باعث میشه بعداً راحت‌تر بتونیم برنامه‌نویس استخدام کنیم. ضمن اینکه با ریاکت نیتیو میتونیم اپ موبایل هم بسازیم، ولی فقط ریاکت کافی نیست. همه میگن برای مقیاس پذیری باید یه سیستم مدیریت وضعیت داشته باشیم. کتابخونه برای این کار زیاده، ولی ما میریم سراغ معروف‌ترین و منفورترینش ریداکس. باش کلی کد اضافه می‌نویسیم که عالیه، چون همه میدونن هرچی کد بیشتر کیفیت بهتر. یه مشکل بزرگ دیگه اینه که هنوز داریم از CSS خام استفاده می‌کنیم و خب هیچ کس نمیتونه با CSS تنها یه چیز خوشگل بسازه. پس میریم سراغ تیلوایند CSS. یه عالمه کلاس آماده بهمون میده تا سریع استایل بدیم. در عوض HTML مون مثل کد جادویی سیاه میشه. برای بهتر شدن اوضاع یک پیش پردازنده CSS مثل ساس هم اضافه میکنیم که مثل تایپ اسکریپت یه سری قابلیت اضافه برای نوشتن کد راحت تر داره. بعدش هم از پست CSS استفاده میکنیم تا استایل‌های اضافی پاک بشن و CSS برای نسخه نهایی آماده شه. الان تقریبا همه چیز برای بخش فرانت اند آماده است. فقط یه چیز کم داریم، یه مدل باندلر که کل فایل های جاوا اسکریپت رو یکی میکنه تا مرورگر راحت تر بخونه شد.
انتخاب سخته و تنظیمات اعصاب خورد کنه، ولی من وب پک رو برمی‌دارم چون معروف‌ترین گزینه حال حاضر دنیای وب. باش تقریبا هر چیزی برای فرانت اند نیاز داریم جور میشه. حالا بریم سراغ قسمت سخت‌تر، بک اند. مهمترین تصمیم اینجا انتخاب دیتابیس برای داده کاربراست. یه گزینه خوب برای ما میتونه مونگو دی بی یا فایر استور باشه. آسون، ارزون، مقیاس پذیر تا هر اندازه‌ای. البته این مدل دیتابیس ها تو ساخت رابطه‌های پیچیده مثل شبکه‌های اجتماعی یکم کم میاره، مخصوصا وقتی بخوای یه چیزی مثل مای اسپیس بسازی. و اینجاست که میرسیم به محبوب ترین نوع دیتابیس، همون دیتابیس رابطه‌ای مثل پستگرس، مای سکوئل و چند تا دیگه. این دیتابیس ها توی مدیریت ارتباط بین داده عالی‌ان، ولی وقتی نوبت به تغییر نیازها یا هزینه نگهداری میشه یکم دردسر دارن. یه سری دیتابیس های خاص‌تر هم هستن مثل گراف دیتابیس ها، ولی برای این دمو بهترین گزینه‌های کلاسیک و مطمئن مثل مای سکوئل. حالا که دیتابیسمون رو انتخاب کردیم، یه مقاله توی اینترنت میخونیم که میگه این دیتابیس تو مقیاس بالا کند میشه. برای حل این مشکل یه دیتابیس دیگه هم اضافه میکنیم، ردیس. این یکی معمولا برای کش استفاده میشه چون داده ها رو تو حافظه رم نگه میداره نه روی دیسک، و این یعنی سرعت. ولی برای اینکه بتونیم از این دیتابیس ها استفاده کنیم نیاز به یه محیط سمت سرور داریم که توش کد بزنیم، داده ها رو بخونیم و به فرانت اند برسیم. انتخاب زیاد داریم و معمولا بستگی داره به اینکه با چه زبانی راحت تری. اگه عاشق پایتونی میتونی بری سراغ فلاسک یا جانگو. اگه با رابی حال میکنی ریلز منتظرته. برای پی اچ پی هم لاراول هست، برای جاوا هم اسپرینگ. ولی چون من یه برنامه‌نویس جاوا اسکریپتم میرم سراغ نود جاوا اسکریپت و برای راحتی کار از نست جی اس استفاده میکنم چون از تایپ اسکریپت هم پشتیبانی میکنه. نمیخوایم دستی کوئری یا اس کیو ال رو بنویسیم، اونم نصف شب. پس از یه ابزار به اسم تایپ اورم استفاده میکنیم که کار با دیتابیس رو آسان تر میکنه. الان یه محیط کامل برای اجرای کد روی سرور داریم، ولی بعد این سرور رو به اینترنت وصل کنیم. پس به یه وب سرور مثل نگینکس یا آپاچی نیاز داریم. بی زحمت یه دونم بنداز تو استک. حالا که سرور داریم باید بفهمیم چجوری دیپلوی کنیم. قبلش لازمه محیط کدمون رو استاندارد کنیم. برای این کار از داکر استفاده میکنیم که یه محیط لینوکسی ثابت میسازه تا هر جا خواستیم کدمون رو اجرا کنیم. اما وقتی اپمون بزرگتر شد باید چند تا کانتینر رو هم با هم هماهنگ کنیم. پس میریم سراغ کوبرنتیز، سلطان هماهنگی بین کانتینرها. بعدش بعد یه چند سرویس ابری هم انتخاب کنیم تا همه این زیر ساخت‌ها رو میزبانی کنه. میریم سراغ AWS چون خب میخوایم سخت‌ترین و گیج کننده ترین تجربه کاربری ممکن رو داشته باشیم. ولی چون آدم زرنگ هستیم نمیریم مستقیم توی AWS و روی دکمه کلیک کنیم. در عوض از ترافورم استفاده میکنیم تا زیر ساختمون رو با کد بسازیم و نسخه گذاری کنیم. یه جای خوبم لازم داریم برای نگهداری کد منبع پروژه. و خب معلومه بهترین گزینه گیت هاب. هدف از نگهداری کد توی کلاود اینه که بتونیم یه خط لوله CI/CD رو راه بندازیم. با کمک گیت هاب اکشنز میتونیم کاری کنیم که هر بار کدمون رو آپدیت کردیم به صورت خودکار تست و دیپلوی بشه. الان یه بک‌اند محکم داریم، ولی هنوز یه سری کارها هست که نمیخوایم از صفر انجامشون بدیم. مثلا ساخت یه API برای ارتباط بین فرانت اند و بک اند. توی اینترنت شنیدیم که GraphQL فوق‌العاده است، پس اونم میندازیم توی استک به همراه یه کتابخونه به اسم آپولو که هم توی فرانت اند هم بک اند کمکمون میکنه تا یه GraphQL API بسازیم که داده ها رو امن رد و بدل کنه. و برای ورود و ثبت نام کاربران نمیخوایم وقت تلف کنیم، پس از آتو کمک میگیریم تا راحت و امن لاگینا رو بسازه. خب یه چیز دیگه ای هم هست، ما نمیخوایم ملت بیان و عکسای نامناسب آپلود کنن. پس از سرویس آمازون رکانیشن استفاده میکنیم که با هوش مصنوعی خودش میتونه محتوای نامناسب رو شناسایی کنه. بله همونقدر که فکر میکنی عجیبه. از اون طرف بلد نیستیم چجوری برای کاربرها پیامک بفرستیم. پس از برنامه‌های جانبی استفاده میکنیم تا بتونیم اون پیامک هم ارسال کنیم. بتونیم تا صبح هم ادامه بدیم، ولی خود دیگه گرفتی چی شد. تا اینجا یه تک استک تقریبا کامل ساختیم، ولی واقعیت اینه که احتمالاً خیلی پیچیده تر از چیزی شده که لازم داریم. یادت باشه کاربرا هیچ اهمیتی نمیدن از چه تکنولوژی استفاده کردیم. تنها چیزی که براشون مهمه تجربه خودشه. پس بی خیال شو، کل این استک رو بنداز دور و از یه فایل ساده HTML شروع کن. هفت وب ما باید تعاملی باشه، پس یکم جاوا اسکریپت لازم داریم. به جای یه فریم ورک سنگین مثل ریاکت میریم سراغ یه گزینه سبک و جدید به اسم پتیت و. سینتکسش مثل و جاوا اسکریپت، پس خیلی از برنامه‌نویسا از قبل بلدنش. فقط کافیه اسکریپت بندازیم تو صفحه، یعنی دیگه لازم نیست سر کله بزنیم با وب پک ها و تنظیم‌های عجیبش. برای استایلم از بوت استرپ استفاده می‌کنیم. شاید مثل تیلواین اونقدر جذاب و خاص نباشه، ولی خیلی سریع میتونه باشه رابط کاربری
کاربری مرتب و خوشگل بسازی. حالا بریم سراغ بک‌اند. برای ساده سازی از فایربیس استفاده می‌کنیم. یه دیتابیس مستندی داره که خودش به صورت خودکار مقیاس پذیر بدون اینکه نیاز به سرور واقعی داشته باشیم. ضمناً خودش یه سیستم احراز هویت کاربر هم داره و فقط با اضافه کردن یه تگ اسکریپت میتونیم مستقیم ازش استفاده کنیم. اگه خواستیم یه ذره کد سمت سرورم بنویسیم، از فایربیس کلاود فانکشن استفاده می‌کنیم. یه گزینه سرورلس که اجازه میده با پایتون، نو جاوا اسکریپت یا گو کد بزنیم و فقط با یه دستور همه چیز رو دیپلوی کنیم. نه نیاز به سرور داری، نه داکر، نه کابرنتس، نه ترافورم. برای ادامه برنامه هم اصلا نگران نباش، چون قرار نیست 10 بار در روز کدت رو آپدیت کنی. از گراف کیو هم میگذریم، چون بیشتر برای اپ‌های بزرگ با چند تا API مختلف به درد میخوره. در عوض میرسیم به یه استک ساده و جمع جور به اسم پتیت فایر استک. شاید راحت ترین روش ممکن برای ساخت یه اپ فول استک وب باشه. خب تا همینجا کافیه. اگه دوست داری یاد بگیری چجوری با فایربیس یا فریم مختلف اپ فول استک بسازی، حتما همین زیر بنویس فول استک تا ویدیوهای آموزشی بیشتری بذاری. لایک و سابسکرایب یادت نره، زنگوله رو فشار بده تا توی ویدیوهای بعدی ببینم.